سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز شنبه 3 اکتبر در خدمت شما. در ابتدا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. آژانس مبارزه با فساد یک مقام وزارت اقتصادی تاجیکستان را با اتهام گرفتن تقریباً $500,000 رشوه دستگیر کرده است. فردی که به سر بینندگان کنسرت در شهر لاس وگاس امریکا باران مرگ را ریخت کی بود و چرا چنین جنایتی مدهش صادر کرد؟ همین فکر که برادرم این همه کار را کرده است ما را دیوانه میکند. همه برای نجات حاصل پخته در ختلان کارمندان نهادهای دولتی از جمله رئیس ولایت برای جمع‌آوری حاصل رفتند. قریب 15-20 کیلوگرمی پخته چینی در زمین حاصل بسیار است. ما وعده میدیم که تا آخر موسم دهقانا را دستگیری کنیم. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند اسکر نورعلی‌زاده یک مقام وزارت اقتصاد و وکیل ناحیوی را با اتهام گرفتن تقریباً $500,000 رشوه دستگیر کردند. آژانس مبارزه با فساد روز 3 اکتبر گفت معاون سردار ریاست برنامه‌ریزی دولتی در مجموع از یک نفر $1 میلیون رشوه خواسته است و به او وعده داده است که در گرفتن $10 میلیون کمک مالی دولت برای اجرای برنامه مرغ پروری در ولایت ختلان مساعدت می‌کند. اسکر نورعلی‌زاده را بعد شکایت این فرد روز 28 سپتامبر دستگیر کردند و $500,000 را از او گرفتند. اکنون این وکیل مجلس ناحیه اسماعیل سامانی به سوء استفاده از مقام و رشوه‌خواری متهم می‌شود. هنوز وکیل دفاعی بازداشت شده در این باره اظهار نظر نکرده است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شهر لاس وگاس برود که این شهر روز دوشنبه شاهد یک فاجعه مدهش شد. در اینجا یک مرد با تیراندازی به سوی مردم 59 نفر را کشت و بیشتر از 500 تن دیگر را زخمی کرد. مقامات نمیدونند چرا استیون پادوک 64 ساله به این کار دست داده است و سالها درباره او هم زیادتر می شود. ساجده میرزا گزارش می دهد. جزئیات اولیه درباره استیون پادوک تیرانداز لاس وگاس نشان می‌دهد که او مردی آرامی بود و قماربازی و کنسرت را دوست می‌داشت. با گفته رئیس اداره پلیس جو لامباردو، نامه اموال او در پلیس پاکیزه است. ما درباره این فرد معلومات تفتیشاتی و یا اطلاعی زیان‌آور نداریم. فقط همین را میتوانم بگویم که او چند سال پیش به دادگاه دعوت شده است و آن هم یک مقررات معمولی دادگاهی بوده است. با نظر داشت این هم از سوالهای زیاد پیدا شدند که چرا چنین مرد مخلصان کنسرت در خیابان لاس وگاس را تیرباران کرد. تیراندازی که مدهشترین در تاریخ معاصر امریکا به شمار می آید. خادمان پلیس خانه او را در مکسیتی نوادا در شمال و غربی لاس وگاس جستجو کردند و اسلحه زیادتر یافتند. خویشاوندانش به خصوص برادر پادوک از این حادثه به خود نآمده است. ما وحشت زده و لال شدیم. او اصلا دوستدار اسلحه نبود. نمیدونیم اون همه سلاح‌های اتوماتی را از کجا گرفته است. او هیچ گونه آموزش نظامی یا مثل آن نگرفته است. همین فکر که برادرم این همه کار را کرده است ما را دیوانه میکند. پدر استیون پادوک غارتگر بانک بود و زمانی در فهرست 10 جنایتکار خطرناک خدمات تحقیقات فدرالی امریکا قرار داشت. ادعای گروه دولت اسلامی را که پادوک فرموده آنها را اجرا کرده است، مقامات رد کردند. ما تا حال معین کردیم که حادثه ارتباط به گروه‌های بین‌المللی تروریستی ندارد. ما تحقیق را با همکارانم ادامه می‌دهیم و همه طرفه حادثه را تفتیش و دقیق می‌کنیم تا مردم آرامش و تسکین یابند. تسکین و آرامش جامعه ظاهراً به سختی برقرار می شود، چون حالا مفتشان مطمئن نیستند که چرا استیون پادوک چنین جنایت صادر کرد. کسی که هیچگاه مورد شبهه پلیس نبود 10 اتومات را پنهانی داخل مهمانخانه برد، به سوی مردم تیر کشاد و پیش از آن که به دست پلیس افتاد خودکشی کرد. و 3 دانشمند امریکایی امروز برندگان جایزه معتبر نوبل در فیزیک اعلان شدند. راینر ویس، بری بریش و کیپ تورن را
برای مشاهده مستقیم امواج جاذبه‌ای کائنات سزاوار این جایزه معتبر در سال 2017 دانستند. برندگان جایزه را فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسریا روز 3 اکتبر اعلان کرد. هر سه دانشمند توانستند با مشاهده موج‌های جاذبه‌ای کائنات در سال 2015 فرضیه 100 ساله آلبرت اینشتین درباره قوه جاذبه را ثابت کنند. روز دوشنبه دادگاه مسکو الکسی ناوالنی یکی از مخالفان سرسخت حکومت روسیه را برای شرکت در گردهمایی بدون اجازت به مدت 20 روز از آزادی محروم کرد. بعد این امکان ناوالنی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه باز هم کمتر می شود، زیرا کسی که داغ دادگاهی یا سودی دارد از حق شرکت در روسیه در انتخابات محروم می شود. روز دوشنبه دادگاه روسیه رهبر مخالفین حکومت الکسی ناوالنی را بار سیوم در سال روان به حبس مأموری محکوم کرد. همین طریق به احتمال زیاد برنامه منعقد سرسخت کرملین از سبقت برای کرسی پرزیدنتی روسیه در هم و برهم زد. ناوالنی امید داشت که صرف نظر از مخالفت کمیسیون مرکزی انتخابات در سبقت برای کرسی پرزیدنتی شرکت ورزد، ولی این نهاد با اشاره به حکمهای ناوالنی اصرار می‌ورزد که او از حق شرکت در انتخابات محروم شد. الکسی ناوالنی تاکید می‌کند که حکم او جلوی سیاسی دارد. اگر در گذشته مرا مدتی چند روز برای شرکت در گردهمایی‌های بدون اجازت حبس کرده باشند، این دفعه من برای حضور در گردهمایی رسمی جزا گرفتم. شاید این یک تحفه برای زادروزی پوتین باشد. انتخابات ریاست جمهوری روسیه ماه مارس سال آینده برگزار می شود. تا حال پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین در این باره چیزی نگفته است، ولی پیش بینی می شود که او به زودی نامزدیش را پیشبری نموده بار دیگر در انتخابات پیروز خواهد شد. الکسی ناوالنی روز 29 سپتامبر در راه به یک گردهمایی دستگیر شده و سپس با جرم رهبری گردهمایی‌های بدون اجازت به مدت 20 روز حبس مأموری محکوم شد. تاجیکستان از روسیه طلب کرده است که قضیه لطوکوبی عربکش تاجیک در مسکو را جداً تحقیق کند. نوروز زیکیروف عربکش تاجیک را پس از طبابت به خاطر تامین امنیتش به تاجیکستان فرستادند. تفصیلات این موضوع در سامانه رادیوی آزادی azadi.org بخوانید. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان جمع‌آوری حاصل پخته یکی از محصولات بازارگیر ادامه دارد. مقامات میگویند تا کنون بیشتر از 140,000 تن پنبه جمع آوردند و از بس که روزهای بارانی نزدیک می شود دستور دادند که کارمندان مؤسسه‌های دولتی هم روزهای استراحت به صحرا به پخته‌چینی بروند. عبدالله شرف گزارش می‌دهد. حاصل پخته امسال در ختلان از تاثیر باران و برف میتواند تلف یابد. برای پیشگیری از آن مقامات ولایت حشر اعلان کرده است. من امروز شما شاهد ها هستید، تمام کارخانه های ولایت در اینجا با حشر عمومی برآمده پخته‌چینی شدند. حدود 2000 کارمند مؤسسه های دولتی به پخته‌چینی سفربر شدند و رئیس ولایت دولتشاه گل محمدزاده هم آنها را همراهی میکرد. حاصل در صحرا به نهایت بسیار است. برای که باد هوا از تغییرات است، ما باید که دهقان کمک کرده حاصل 10,000 را بوده را جمع‌آوری کرده سپاریم. امسال در شهر و نواحی ولایت ختلان 120,000 گکتار پخته کشت کردند و میخواهند 250,000 تن پخته جمع آوری کنند. خواجگی هایی که پخته پرورش میکنند در تاجیکستان خصوصی هستند. در آوان شوروی برای جمع آوری پخته دانشجویان و محصلین مکتب نیز جلب می شدند و آن را کمک به دولت می نامیدند. حشره امروزه چنان که خود پخته چینان گفتند به خاطر کمک به دهقان است. ما در دوام یک ساعت قریب 15-20 کیلوگرمی پخته چینی در زمین حاصل بسیار است. ما وعده می‌دهیم که تا آخر موسم دهقانا را دستگیری کنیم. این پخته‌زار یکی از خواجگی های ناحیه‌ای باختر است. صاحبان آن هر یک کارخانه را نامنویس می‌کنند و برای 1 کیلوگرم پخته 50 درم می‌پردازند.
موجوده سمیه کارمند اداره کشاورزی ولایت با شوق پخته میچیند ولی نمیداند برای کار امروزش پول میگیرد و یا نه. اکنون ایناشا صاحب کار خودش میدونه. تشکر. دستگیری کند یا که هنوز معلوم نیست با قوای مردمی اداره نشین دهقانان میتوانند سری وقت حاصل را بگیرند و از تلف یافتن نجات دهند. اما یک چیز معلوم است که اداره نشین ها این شنبه و یک شنبه یا 50 درمی برای هر کیلو پخته میگیرند و یا حداقل در صحرا ضیافت میخورند. سر می‌زنیم به قرقیزستان همسایه. در قرقیزستان مثل تاجیکستان مردم کمبیزت هنوز زیاد است و بسیاری ها از خانه خصوصی محرومند، به خصوص جفت‌های جوان که کاری درست نمی‌یابند و مجبورند در شرایط سخت زندگی کنند. گزارش نوبتی برنامه درباره چنین خانواده در قرقیزستان است. 5 نفر کودکان چرکینک اما خندانرو در کنج یگانه حجره این منزل جمع شدند و طفل خردکک 6 ماهه در روی کت خواب است. خانه آنها بیشتر به یک کلبه مانند. پدر خاندان نوربک آن را از مصالح دسترس و ارزان ساختمان بنیاد کرده است، از چوب‌های کهنه و خشت‌های لایی. در کلبه همگی یک حجره زیست موجود است که برای این عائله 8 نفری هم خانه خواب، هم مهمانخانه و هم آشخانه می باشد. ما در اینجا 3 ماه بود زندگی داریم. پیش از این در شهر در خانه اجاره زندگی می کردیم. این زمین را ما قرض گرفته ایم. وقتی شوهرم کار یافتن نتوانست ما روزهای سختی داشتیم. عذاب کشیدیم. بعد من همچون دوزنده به کار در آمدم. گلجان مادر خانواده میگوید فرزندانش را به یک سختی در مکتب جا کرد. تنها با مساعدت ناظر معارف این منطقه کودکان را به مکتب گرفتند. کودکان دیگر این خانواده به باغچه نمی روند و از این رو گلجان به پرستاری آنها مشغول است. چون در قید دولت نیستند، این خانواده تا به حال از دولت نیز یگان کمک اجتماعی دریافت نمی کنند. اما طور معلوم شد با این تشویش های خانواده به پایان نمی رسد. حالا من حامله دارم و باز یک کودک دیگر را انتظارم. برای همین نوربک حالا آسیمه سر دهلیز را تعمیر می کند تا که این زمستان را در 2 حجره سپری کنند. بر ضمن این او باید خرج هر روزه زندگی و خوراک را پیدا کند. دسترسی به نیروی برق و آب نیز از مشکلات دیگری این خانواده است. آب را برای شستشو از ماشین آبکشان می‌خریم. آب نوشاکی را از خانه همسایه می‌آوریم. در زمستان نیازمان به آب بیشتر می‌شود، خصوصا برای شستشو و دیگر چیزها. زمستان خانه را با انگشت گرم میکنیم. نیروی برق را باشد از خانه همسایه گرفتیم و پولش را باید به او بدهیم. چند پیش یک سازمان خیریه از حال این خانواده آگاه شده، گاه با خوراکواری و گاه با لباس به آنها کمک میکند. اما این برایشان کفایت نمی کند. مشکلات بیشتر این خانواده هنوز در پیش است. گلجان میگوید اقلاً این زمستان را سپری کنند، بعد کمی سبکتر خواهد شد. مقامات تاجیکستان روز 3 اکتبر گفتند قتل بیرحمانه یک زن در پیش چشم مردم در شهر ایستروشن در زمینه رشک صورت گرفته است. وزارت امور داخلی روز 3 اکتبر گفت مجید بردیف ساکن شهر از رشک زیاد نسبت به همسر سابقش روز 2 اکتبر به نزدیکی مرکز تجارت نانا در ایستروشن آمده. همسر سابقش نگاره قلیوه را 19 کارت زده است. مجید بردیف بازداشت شده است و ممکن است او را سالهای طولانی به زندان محکوم کنند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم در گروه رادیو آزادی در ادنکلاسنیکی هست. در توییتر ما را می توانید پیدا کنید. نام صفحه ما رادیو آزادی است و سپاسگزاریم که امروز با ما بودید. فردا فراموش نکنید که در همین ساعت در موج هستیم.